با نخبگان ایرانی در عرصه علم و تکنولوژی جهانی آشنا شوید. امید کردستانی، مدیر بازرگانی، سهامدار و معاون ارشد گوگل. پیر امیدیار، پدر تجارت الکترونیک در جهان و صاحب کمپانی عظیم ایبی. سینا تمدن، مدیر ارشد شرکت اپل. حسین اسلام بلچی، رئیس بزرگترین شرکت مخابراتی آمریکا AT&T. انوشه انصاری، مؤسس و مدیر کمپانی بزرگ تلکام تکنولوژیز آمریکا و اولین زن فضانورد ایرانی. پروفسور فیروز نادری، مدیر پروژه سفر به مریخ در سازمان فضایی ناسا. امیر مجیدی مهر، معاون بخش رسانه‌های دیجیتال شرکت مایکروسافت. پروفسور بیژن داوری، مدیر ارشد کمپانی IBM. ماریا خورسند، رئیس پروژه بلوتوث در شرکت سونی اریکسون و مادر بلوتوث جهان. مینو اخترزند، مدیر و مادر خطوط راه آهن در کشور سوئد. پروفسور توفیق موسیوند، مخترع نخستین قلب مصنوعی در داخل بدن انسان. پروفسور لطفعلی عسکرزاده، بنیانگذار منطق فازی و نسل سوم کامپیوتر در جهان. مرحوم پروفسور علی جوان، دارنده جایزه جهانی آلبرت اینشتین و مخترع لیزر گازی. پروفسور مجید سمیعی، جراح و متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب و رئیس افتخاری اتحادیه جهانی جراحان مغز و اعصاب. هنر نزد ایرانیان است و بس، به افتخار ایران و ایرانی و به کوری چشم هر آن کس که نتواند شکوه ایران را ببیند، این ویدئو را برای همگان بفرستید.